شما پیش بدید پوشانی شد برداری هستنی؟ بله هدفتان آباد داشت چی بود آمدین جان نیازی؟ هدف ما ورزش کردن با دوستان یک جای آمدن صمیمی شویم نشان دادن وحدت دوستانه وحدت ملی اگر میگه یک سنگ میگرفتن یک مین میپرند قلم میچیزیم باشید تو ما شاید رای دوستا شدیم خیر بخیر یا چه احساس دارین نمیدونم سر کوششی خاله که پیشن سر سنگال چه احساس دارین اول یکی که تو داشتی یه احساس ما هم داشتم یه احساس با خود معلوم نیست من میخوام تو که معلوم نیست بشم احساس دوستانه احساس صمیمانه احساس دوستانه سوال خیلی شد گفت ملکه هر یک با قواسه مرتضی جان عبید جان سهل جان امید جان خودتان شیخان جان مجیب جان و خودم عبید جان و خودم کامرمن سهل جان ایران مالی تو بالا شدی ترسیه که تبا نبه کامل تر بالا کرده پراشوت پشت نبودنش گلی خورده گلی خلا را خیل کرده قریبه تا نشدش من برداری میکنی دو بکی که شما بیتل بشید سوال به نظر خود در این 2 سالی که پدروی میکنی و نوردی میکنی به نظر چند کیلو وزنت از داده باشی؟ خانه بریم میره خدا سول کنیم بینیم چند کیلو بودی؟ 68 کیلو بودم 68 کیلو؟ یکم خدا ایلا نردی؟ 5 کیلو میشه خب 88 کیلو 88 کیلوگرم دیگه پسانه که تو برسه خود قصابتی اگر میده سنگت بند کنی چند بده سوی نختیشه سنگت بند نمیکنم واسه به نظر تنین گروه که باورده بودی با کنوردی به نظر چطور بود؟ والا خوب بود دیگه یک بسیتش ضعیف مثال مورد خوشم میفهم به نظر شما عجوبه کسی هست کامیاب بود که پیش